به نام خداوند بزرگ. سلام و درود معاصرین عزیز. به درس 12 مضمون اداره و مدیریت خوش آمدید. عزیزان گرامی، در این درس یا در این جلسه به موضوع هماهنگی سازمانی که یکی از مباحث بسیار مهم و کاربردی در سازمان‌ها یا در ادارات است میپردازیم. در قدم نخست خوب است که ایره بفهمیم که هماهنگی چی است. به شکل مقدمه یک چند کلمه در ارتباطش گپ میزنیم، بعد از او باز میریم به دیگه موضوعاتش. هماهنگی در سازمان به معنای ایجاد یک دستگی در فعالیت‌ها، منابع و افراد برای دستیابی به اهداف سازمانی است. این مفهوم بیانگر از این است یا با ما این معنا را میده که اجزای مختلف سازمان نباید به صورت جداگانه یا به شکل مستقل عمل بکنند، بلکه لازم است تمامی تلاش‌ها در یک چارچوب منسجم و همراستا سامان پیدا بکنند یا سامان یابند. هماهنگی سبب میشه که فعالیت‌های سازمانی به شکل منظم و هدفمند پیش بره و از پیدا شدن ناهماهنگی در سطح سازمان یا تعارض و ائتلاف منابع جلوگیری شود. در واقع هماهنگی فرآیندی است که از طریق آن ارتباط مؤثر میان واحدها، افراد و وظایف برقرار میشه و هر بخش سازمان نقش خود را در تحقق اهداف تشخیص میده. هنگامی که هماهنگی به درستی اعمال شود، اقدامات واحدهای مختلف مکمل یکدیگر میشن و سازمان به صورت یک پارچه یا میتونیم بگوییم واحد عمل میکنه. از این رو هماهنگی را میتونیم بگوییم که یکی از ارکان اساسی مدیریت است که بدون از او دستیابی به اهداف سازمانی با دشواری‌ها یا با مشکلات جدی مواجه میشه. تعریف هماهنگی. هماهنگی عبارت از تنظیم و همسو کردن اجزا یا فعالیت‌های مختلف برای دستیابی به یک هدف مشترک است. تعریف زیاد دیگه هم در ارتباط هماهنگی وجود داره، اما ما می‌خوایم به خاطر که جلسه ما زیاد طولانی نشه یک تعریف دیگر هم به شما یادآور میشیم، بعد از اون باز میپردازیم به دیگه موضوعات. در تعریف دیگه میتونیم بگوییم که هماهنگی عبارت از ادغام و همگامسازی فعالیت‌ها، منابع موجود و تلاش کارمندان شاغل در سازمان است که در نهایت به وحدت در عمل برای رسیدن به اهداف مشترک سازمانی منجر میشه. یا میتونه که از تعریف باشه، همچنان تعریف دیگه هم وجود داره. در قسمت ای چارت که شما میبینید تصویر، فعلا باید بگویم که با توجه به این نمودار یا این چارت در نظریه های مدیریت ما و شما اگر ببینیم، هماهنگی خودش معمولا یک وظیفه مستقل حساب نمیشه، اما به عنوان یک اصل مدیریتی در تمامی وظایف مدیریت از جمله امو برنامه‌ریزی و سازماندهی، استخدام کارکنان، رهبری یا میتونیم برش بگوییم که هدایت دهی و کنترل حضور داره. اگر بخوایم مثال بتیم در ارتباط همین موضوعاتی که ما یادآور شدیم، مثلا در بخش برنامه‌ریزی میتونیم بگوییم که هماهنگی میان اهداف و برنامه‌ها باید وجود داشته باشه. یعنی ما امو اهدافی را که به پروژه ما تعیین کردیم و برنامه‌هایی را که داریم که از طریق از برنامه‌ها می‌خوایم به او اهداف برسیم، یک هماهنگی باید وجود داشته باشه. در قسمت سازماندهی که گفتیم میتونیم بگوییم که هماهنگی میان وظایف، واحدها و روابط سازمانی ضروری است که یک هماهنگی وجود داشته باشه. همچنان در بخش استخدام کارکنان که گفتیم، هماهنگی بین شایستگی افراد و نیازهای شغلی باید در نظر گرفته شود. و در بخش هدایت یا رهبری باید چیزی که مهم است باید بگوییم که اصلی ترین جایگاه هماهنگی دمی رهبری است، چرا که مدیر از طریق ارتباط، انگیزش، دستوردهی و رهبری امی فعالیت ها یا
اجرات کارکنان را ترتیب و تنظیم میکنه و اصل جایگاه هماهنگی را ما میتونیم دمی رهبری یا در هدایت دهی ما ببینیم. در قسمت کنترل باید بگوییم که یک هماهنگی میان عملکرد واقعی با استانداردها و اهداف تعیین شده وجود می داشته باشه. موضوع بعدی ما اهمیت هماهنگی است. هماهنگی در یک سازمان از اهمیت و فواید ویژه برخوردار است که هماهنگی منجر به رشد سازمان میشه و باعث از این میشه در کل که در سازمان ارتباطات بسیار خوب برقرار شود. این که چرا هماهنگی مهم است، بیاین که یک چند کلمه دیگه هم در ارتباطش صحبت بکنیم. هماهنگی به خاطر از این مهم است که دوباره کاری یا تکرار وظایف در سازمان کم میشه، تضاد بین واحدها کاهش پیدا میکنه، در تصمیم گیری ها سرعت پیدا میشه یا تصمیم گیری های ما میتونه به راحتی انجام شود، منابع هدر نمیره و در نهایت میتونیم بگوییم که اهداف سازمان تحقق پیدا میکنه. عزیزان گرامی، قسمی که شما در چارت میبینین بعضی موضوعات در اینجا ذکر شده که ارتباط داره به اهمیت هماهنگی. از جمله رشد سازمان که گفته، در ارتباط باید بگوییم که ما یک کتابی را تحت عنوان فرآیند رشد و تکامل سازمانی نوشته کردیم که شما تصویر از او را میبینین و در ارتباط برای فعلا ما همقدر گفته میتونیم که هماهنگی باعث میشه که همه بخش ها هم جهت حرکت کنند و سازمان بدون سردرگمی بزرگتر و قویتر شود. و اگر کسی باز علاقه بیشتر داشت در ارتباط رشد یا در ارتباط به تکامل رسیدن سازمان ها، میتونن این منبع را که بیشتر ما ذکر کردیم این را تهیه بکنن و از طریق از او معلومات خود مکمل بسازن. موضوع برقراری ارتباط که قبلا ما اشاراتی داشتیم در ارتباطش، در اهمیت هماهنگی به این معنی است که با هماهنگی اطلاعات درست و به موقع بین افراد و واحدها رد و بدل میشه و سوء تفاهم در سازمان در بین کارمندا کم میشه. در کل تنوع در کسب و کار هم به این معنی است که هماهنگی کمک میکنه که فعالیت ها و حوزه های مختلف کاری سازمان به خوبی کنار هم کار کنند و به هم لطمه نزنند. در قسمت گردآوری انواع تخصص ها باید بگوییم که هماهنگی باعث میشه که تخصص های مختلف افراد به جای اونمون مشکلات یا پراگندگی ها مکمل همدیگر باشند. در مورد همکاری و همافزایی در سازمان باید بگوییم که با هماهنگی همکاری بین افراد تقویت میشه و نتیجه کار گروهی بیشتر از کار فردی مؤثر یا مثمر می باشه. مراحل هماهنگی تشخیص نیاز به هماهنگی، تعیین اهداف، مراحل ساختار یا ساختاردهی هم میتونیم برش بگوییم، ایجاد کانال های ارتباطی، تعیین مسئولیت ها، نظارت و ارزیابی، ارتقاء مهارت ها میتونیم برش بگوییم و فرهنگ هماهنگی. این موارد میتونه از جمله مراحل هماهنگی باشن. اما با کدام ابزار ما میتونیم هماهنگی در امور سازمان ایجاد بکنیم، یا به قسم دیگه بگوییم که ابزارهای ایجاد هماهنگی کدام ها هستند؟ از جمله ساختار سازمانی شفاف، ارتباطات مؤثر، جلسات هماهنگی، برنامه‌ریزی و زمانبندی مشترک، تعیین دقیق وظایف و مسئولیت‌ها، رهبری و نظارت درست. این موارد میتونه از جمله ابزارهای باشه که از طریق از ما میتونیم هماهنگی را در امور اداره یا سازمان ایجاد بکنیم. محصلین عزیز، این بود جلسه یا درس 12 ما شما که در ارتباط هماهنگی بود. بدون شک که
هماهنگی یکی از موضوعات بسیار مهم و کاربردی در امور سازمان‌ها یا ادارات است. اگر علاقمند چنین مباحث هستین، شما چنل سابسکرایب بکنین و نظریاتتان در کامنت ها بنویسین تا ای که ما از نظریات سودمند شما استفاده بکنیم و برنامه های بعدی را بتانیم خوبتر و بهتر تولید بکنیم. و اگر علاقمند رشد فردی یا در کل بگوییم علاقمند موفقیت در امور کاری یا در کل در امور زندگی تان هستین، میتونین برنامه ما را از طریق همین کانال تعقیب بکنین و خود به مقله های موفقیت برسانین. فراموش نکنیم که بدون هماهنگی، برنامه‌ریزی، نظم و مدیریت درست منابع بعید است که ما به موفقیت برسیم. تا برنامه بعد، خداوند حافظ و نگهدار.